امام شافعی رحمت الله علیه گفتن که قیل لمالکی، به امام مالک گفته شد هل رأیت ابا حنیفه، مگر امام ابو حنیفه را دیدی؟ قال نعم، گفتن آره. رأیت رجلا لو کلمک فی هذه الساریه ان یجعلها ذهبا لقام بحجته. یه مرد را دیدم که اگر همین ستون را تلاگی بگوید دلیل میبرد. ستون از چوب است، ستون از چوب است. اگر گوید که اون مرد یعنی ما همین ستون از طلا هست بود، دلیل میبیارد و تو رو قانع میکند که همین ستون، یعنی تو قانع میشه که بله همین ستون چوبین را بله این ستون از طلا هست، گفته میبرد. همین خیلی آدم دیدم بود. یعنی این ثنای امام مالک، این سخن را که نقل کرد از امام شافعی. امام ذهبی در کتاب سیر و اعلام النبلا ذکر کرد.